چرا از بالای کعبه هواپیما یعنی که سامالیوت و دیگر پرنده ها نمی پرند؟ من در این باره کوشش کردم و برای شما معلومات پیدا کنم. بالاخره بهر شما درباره این موضوع معلومات یافتم. از شما دوستان تنها خواهش همین است که در زیر ویدیو برای پهن شدن نوار لایک گذارین و حتما به شبکه ما ابونه شده به دیگران روان کنید. انشاءالله این به خوبی ما و شما هست. السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. باره فکر کرده اید که چرا از بالای کعبه هواپیما یا اینکه دیگر پرنده ها نمی پرند؟ چرا از بالای کعبه هواپیما نمی پرد؟ سبب یکمش این که میگویند یک مگنیت خیلی بزرگ و قوتناک جایگیر است که هنگام هواپیما از بالای کعبه پرد به خود همان مگنیت میکشد. برای همین سبب هواپیما از بالای کعبه نمی پرند. سبب دوم این است که در شهر مکه ایستگاه یعنی که ایرپورت نیست. در جایی که ایستگاه ایرپورت نباشد هواپیما نیز نمی شود. مثلا هر سال به مکه میلیون ها آدمان برای زیارت می آیند. یگان نفر از آنها از بالای کعبه هواپیما گذشتنش را ندیده اند و گواه نشده اند. حکومت عربستان سعودی برای پرواز کردن هواپیما از بالای کعبه را منع کرده است میگویند. شاید همین سببی مهم باشد. درباره افتیدن کرانها خبر دارید؟ همان وقت بسیاری از آدمان که بر زیارت رفته بودند از این حادثه جان خود را از دست داده بودند. شخصانی که به کعبه زیارت رفته بودند. اگر پرواز از بالای کعبه اجازت میشد شاید خدا نشان ندهد دشمن های اسلام هجوم به این کعبه میکنند. خدا از این حالت در پناهش نگه دارد. برای همین حالت ها حکومت عربستان سعودی منع کرده است. اما آدمان میگویند که ما حتی پرنده ها را ندیدیم که پریده باشند. پرنده ها در اصل جایی که آب دار است در همان موضع ها می شود. دوستان عزیز، پیش در کعبه حادثه ها رخ داده بود. حادثه های گوناگون. البته سالها پیش. خودی همه ما و شما معلوم است. حادثه های ابرهه و فیل را همه ما میدونیم. ابرهه دشمن اسلام بود. برای ویران کردن کعبه آمده بود. پروردگار برای حمایت از کعبه پرنده های را روان کرد که ابابیل نام داشتند و این واقعه را همه ما میدانیم.